البته حرف میزنیم. بیاید توجه میکنیم با ایتی دسته ها بیننده عزیز این تیم بازی خواهند کرد، یعنی بیشتر خط دسته رو با این بازی آماده هم کرده است. خب ایتی دسته خوجند گمان داشتیم که در هیئت اساسی دسته خوجند کرده ایستادند و میتوانند خف و خطر زیاد رو برای دسته میزبان هم به میان آورند. بازی از مرکز میدان از سوی فوتبالبازان دسته مهمان خوجند آغاز می شود. حمله دسته روشن، پرتاب بسیار خوبی دیوید ماوتو، فرصت برای محمد جان و اینجا یک ارسال توپ فوتبالبازان دسته روشن. دیوید ماوتو، فرصت برای او و ضربه سفارف، ضربه از مسافه دور و یک ضربه کنجی دیگر، این از جمله کریستیان موچیچ. اسکاریان پرتابی بلندی به جریمه گاه و تو بیرون کرده می شود. باز هم موج دیگری حمله دسته خوجان و یوگنی گریتسینکا در نزد توپ. پرتابی کاپیتان دسته روشن با نزد دروازه دسته خوجان، فرصت برای روشن و باز یک موقعیت دیگر، ضربه از مسافه دورتر و ضربه دوباره و گل بیننده عزیز. حساب دروازه امروزه شده می شود در دقیقه. خوب یا توجه میکنیم پرتاب بسیار خوبی محمد جان رحیموف، بعداً اینجا نقش اوفاری هم خیلی کلان از زیر او ضربه زد، بعداً کویو، ضربه کویو هم بسیار خفناک بود و دوباره تو والا پرتاب بسیار خوبی ماوتو، امکانیت برای امیرجان سفارف، فرصت هست و اینجا یک عمل کرد پنالتی. شما هم دیدید یگان جای شبهه نباید باشد به نظر من. فخرین احتمال جان سفارف در مقابل دلشاد دوباره ضربه او و گل. دسته روشن یعنی انتظاریم جهتی انجام دادن یک عکس الحمله دیان تومباس بالا به توپ میرسد. پرتابی بلند دیان تومباس دوباره با چی قرار میآیند در این مورد، یعنی با پای خود زد، این هم هست ولی میبینیم دوبار گلمراد سعدالله. خب پنالتی یوگنی گریتسینکا، ضربه دیان تومباس و بدون یگان شانس تو وارد دروازه می شود و حساب ماوتو، یک ضربه سختی او از مسافه دور جریمه‌ای رو باشد که بازیگران خوجند. اینجا اسلام توشپولوتوف ولی توپ راست به دست یوگنی گریتسینکا می رود. پرتاب به جریمه گاه و اینجا ضربه بسیار خوب اجرا کرده می شود از جانب تونی بیکاتال ولی توپ ضربه او راست جانبی دروازه بود ولی تو بالاتر از دروازه یوگنی گریتسینکا از میدان بیرون شد. در امکانیت خوب برای دسته روشن محمد جان رحیموف و گل و یک عکس الحمله بسیار خوب محمد جان رحیموف بود. بیاید توجه میکنیم بیننده عزیز، ماوتو دو رو با شادی مرادوف، اینجا نقش امیرجان سفارف بسیار عالی بود زیرا پاس گل‌آور محض به امیرجان سفارف تعلق داشت. پرتاب محمد جان رحیموف، امکانیت برای دسته روشن، یک ضربه دیگر از مسافه دور و این پرتاب خیلی بلند با امیرجان سفارف ولی دلشاد دادابویف و پیش برآمد. وضعیت بسیار دشوار بود برای حمله‌گر دسته روشن. شبهه در مورد اون که بازیگر روشن در افساید بود یا نه خیلی زیاد میشوند. اسکانیان امکانیت برای دسته خوجند و پرتاب اسکانیان را خلمراد نظرف برطرف میکند. امکانیت برای دیان تومباس و پنالتی. خب بیاید بار دیگر متوجه میشویم. خب لحظه بحثناک، واقعا هم بحثناک. خودی گلمراد سعدالله به نزد وار میاد بیننده عزیز، بارون رو بیننده عزیز. لحظه بحثناک میگردد با میدان و قرار گلمراد سعدالله چی است؟ پنالتی نیست. یک ارسال نوبتی دیگر و ضربه دیان تومباس پهلوی دروازه. فخرین احتماف پرتاب جریمه گاه بوهیرسان کیمبویف، دیان تومباس با دقت متوجه میشویم. گلمراد سعدالله دوباره به نزد وار میرود بیننده عزیز و گشته برگشته برای او لحظه های تکرار پیشکش میگردند. دوباره پنالتی، ضربه ارتیوم سردیوک و گل. حساب 3-2 بیننده عزیز و حساسیت در روشن. خب ضربه ادامه حمله دسته روشن، پرتاب به جریمه گاه کویو ماتیچ بود، دیوید ماوتو، حالا یک پرتاب بلندی ماوتو، فرصت برای محمد جان رحیموف.
равшан ва садои штаки довар аз фарҷоми рақобати мавқуф мондаи дастаҳои варзишҳои марказии шаҳри Кӯло гузоришро барои шумо пешкаш кардем. Сеҳатманду пирӯз бошед то гузоришҳои навбатӣ.